معرفچان ناحیه وسه در همایش جنبستی از نتیجهگیری فعالیت شعبه در سال سپری گردیده و نقشه نوی در پیش ایستاده را با شرح پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی تاجیکستان آغاز کردند. در معروضه مدیر شعبه معارف ناحیه ماهیت پیام سرور دولت شرح داده شده از جمله قید گردید که پیام پیشوای ملت همچون حجت فراگیر تحلیل و بررسی عمیق تمام ساحه‌های حیات مملکت و دورنمای رشد استوار کشور را در همه سمت‌ها در بر می‌گیرد. اطلاع داده شد که جواباً به غمخوری‌های دولت معرفچان ناحیه در سال سپری گردیده با موفقیت‌های کلان نایل گردیدند. در 3 ماه اخیر مشرف گردیدن 179 مدال از المپیادهای ولایتی و جمهوریوی و بین المللی نیز شایسته تحسین است. در این 3 ماه خوانندگان ناحیه وسه در آزمون‌های جمهوریوی فروغ سوپ دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من فعالانه شرکت ورزیده صاحب جایهای نمایان و افتخاری گردیدند. این نکته هم قابل ذکر است که سال گذشته از شماره 2204 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی 1696 نفر توسط مرکز ملی تستی و 22 نفر طریق کوتای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان به مکتب‌های عالی کشور داخل گردیدند. قید کرده شد که سال جاری به نقشه گرفته شده است که در ناحیه نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 39 دهه نوبهار و رقم 12 دهه نوآباد دهات توگرک بناهای نوی تعلیمی دوشانه مجهز با همه تجهیزات‌های زمانوی تعلیمی ساخته می شود. لایحه تعمیر کپیتالی بناهای تعلیمی مؤسسه‌های تعلیمی رقم 11 دهه توگرک و مؤسسه تعلیمی رقم 1 واقع در شهرک هولبوک امسال عملی می گردد. در این سال در ناحیه ساختمان باز 28 مکتب زمانوی به نقشه گرفته شده است. ما که آموزگار هستیم و دیدیم که پیشوای معظم ملت بعد تحلیل عمیق ساحه معارف و مکتب را همچون بارگاه معرفت شناخت و معلم را شخصیت مفکوره‌ساز جامعه. وقتی که به این عباره‌ها نیک می‌نگریم و این را برشته تحلیل میگیریم میبینیم که این تو واژه پیشوای معظم ملت باری معنی را به خود میکشد. واقعا هم اگر در کدام مملکتی که ساحه معارف رشد نبوده باشد آینده آن مملکت نیک است. حتی یک نفر دانشمند ما شاعر کمالدین بینایی میگوید که دولت پایدار خواهی روی بر مکتب بیار و همین نقطه را گمان میکنند که پیشوای معظم ملت سرمشق کار خود قرار داده است و ساحه معارف را در سیاست خود در جای اول گذاشت و همچون سروری معارف پرور در کل جهان اعتراف شده است و این گفته های پیشوای معظم ملت ما آموزگاران را بار دیگر وادار می‌سازد که در سمت تعلیم و تربیت نسل نو است و دانش اندوزی آنها بیشتر و بیشتر کار نماییم و خوانندگان را در روحیه خودشناسی و خویشتن پروری، خود آگاهی و دوست داشتن ملت و وطن تربیت نمودیم. این است رسالت هر یک آموزگاری دوران استقلالیت. در همایش آموزگاران همچنین دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی رقم 10 رقم 4 با مذاکره برآمده تاکید داشتند که در جواب به همه غمخوری‌های حکومت و دولت آموزگاران ناحیه وسه با زحمت سازنده‌شان در پیشرفت وطن محبوبمان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.